مراسم ازدواج دسته‌جمعی 101 زوج جوان در کابل برگزار شد. این برنامه با همکاری و حمایت مالی بنیاد خیریه شهدا انجام پذیرفته است. دو مرحله سپری شده. این مرحله سیوم است که 101 تا زوج جوان را دیگه عروسی برگزار کرده در این روز بزرگ که روز عید غدیر خم است، که این عید غدیر خم را مردم اهل تشیع از صمیم قلب ای را همه ساله با یک شان شوکت بسیار منظم تجلیل میکنند، که یکی از اون تجلیل هایی که امسال برگزار شده این تجلیل 101 تا زوج جوان است. اشتراک کنندگان این مراسم از امارت اسلامی میخواهند که از رسم و رواج های ناپسند از جمله هزینه های انگفت ازدواج ها جلوگیری نموده و به مشکلات جوانان توجه داشته باشند. جلوی فرهنگ های غلط یا گزاف رو بگیره و این نوع محفل ها رو باید حمایت کنه و امنیت همچون محفل ها رو بسیار خوب بگیره. بنیاد خیریه شهدا در زمینه‌های گوناگون با خانواده‌های مختلف کمک و همکاری نموده است که این مراسم نیز جزء از آن میباشد. بنیاد خیریه شهدا در مدت 1 سال این سومین دور است که عروسی دسته‌جمعی برگزار میکنه و امروز عروسی 101 زوج جوان، 101 عروس، 101 داماد برگزار شده که ما در آستانه برگزاریش هستیم. سیومین دور مراسم ازدواج‌های دسته‌جمعی را برگزار کردند. امروز در این مراسم 101 زوج جوان شرکت کرده بودند. هدف از راه‌اندازی همچو برنامه‌ها سهولت در ازدواج خوانده شده و جوانان آرزو دارد تا سهولت‌ها بیشتر شود و تا اونا بتانند که مراسم بهتری داشته باشند. مینه نوری، باگ تلویزیون، کابل.